در این روزها در ایالات متحده آمریکا نوبت طولانی ماشین‌ها را دیدن ممکن است که برای جمع‌آوری غذا ایستادند. من هیچگاه اینجا به طور دائمی نآمده بودم، ولی چنین ضرورت پیدا شد. بیش از 5 سال می شود که اینجا می آیم. مرکز اسلامی دارالهجره که در 16 کیلومتری شهر واشنگتن جایگیر است، برای افراد نیازمند غذا پیشنهاد می کنند. بعضی‌ها اینجا بار اول آمدند، دیگرها سالهای زیاد است که برای تامین خانواده‌هایشان به این مرکز مراجعت می کنند. نبیله آمسلام، یک کارمند اجتماعی همین مؤسسه میگوید که در داخل یک خلطه کمک‌ها مرغ حلال و هم محصولات کشاورزی نیاز اول مثل پیاز و پمیدار و کارتوشکا است. هر روز پنجشنبه ما با بیش از 100 خانواده یاری میرسانیم. آنها به سیستم ما وارد میشوند و ما آنها را به حساب گرفته کار میکنیم. موضوع گرسنگی برای امریکا مشکلی نو نیست، ولی در دوره پاندمی کرونا ویروس با سبب اینکه بسیاری ها کار و درآمد و خانه های خود را از دست دادند خیلی داغ شد. به حساب سازمان غیر دولتی فیدینگ امریکا، از 6 ساکن این کشور یک نفرش در دوره پاندمی با گرسنگی روبرو شده است. با افزایش صف بیکاران، طلبات به ذخیره‌گاه‌های غذا هم بیشتر می شود. بعضی فکر میکنند که اگر تو در امریکا زندگی کنی، پس آنجا کسی گرسنه نمی شود. اگر شما فکر کنید که آنها باید اول غذا بخرند یا پول اجاره خانه رو سپارند، پس پیش از همه پول اجاره رو میسپارند. هر هفته مؤسسه های دینی سراسر ایالات متحده آمریکا مثل این مرکز دارالهجره به مکان تقسیم بیپولی غذا به نیازمندان تبدیل می شوند. فیدینگ امریکا مثل یک شبکه عظیم یاری رسان 200 ذخیره‌گاه غذا در سراسر آمریکا را راه اندازی کرده است. این مرکزهای غیر دولتی سال چند تانه غذا را با راه خیریه دسترس کرده، با کمک کارمندان اختیاری آن را به نیازمندان تقسیم می کنند. نعیم بیت 30 سال پیش از پاکستان آمده، حالا در مرکز اسلامی دارالهجره کار می کند. او میگوید اگرچند اذیت افراد نادار در همه جا یخیل باشد، مسئله فقر در ایالات متحده ویژگی و تفاوت‌های خود را دارد. وقتی ما درباره بینوایان پاکستان، هند یا دیگر کشورها فکر میکنیم، شخصانی به پای افضل و لباس و محروم از همه چیز دیگر پیش نظر می آید. در امریکا شخصی نادار به نزد شما با ماشین می آید. در اینجا داشتن ماشین به معنای ثروتمند بودن نیست. کارمندان اختیاری میگویند که اکثر نیازمندان به غذا افرادی هستند که معلومات کافی ندارند و بسیارشان زبان انگلیسی را هم نمیدانند. آنها میگویند این گروه ساکنان هیچگاه در امریکا زندگی ساده و آسانی نداشتند، ولی پاندمی کرونا ویروس تفاوت میان قشر دارا و نادارا در این کشوری که اقتصاد عظیمترین سیاره می باشد باز هم عمیق‌تر کرده است.